بیدار شید جناب تلمیخا. دیناسیوس بلند شو یه واریز. خیلی پاهایم درد میکند. مگر چقدر خوابیدیم که اینقدر احساس خستگی میکنیم؟ بیرون رو ببین. آنتونیوس، بیرون نمیدانم چرا پاهایم راه نمیرود. اینجا چقدر تغییر کرده. سنگ‌ها رو ببینید. خیلی عجیب است. چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده؟ اینها چیست؟ این سنگ‌ها اینجا چه می‌کنند؟ صبح که می آمدیم اینها نبودند. یعنی ممکن است ما متوجه نشده باشیم؟ برویم داخل. برویم. بیرون غار خیلی تغییر کرده است. دهانه غار را سنگ و گیاه پوشانده است. چه گفتی؟ تو نخوابیده ای کمتریو؟ هنوز از سنگی که صبح به تو زدم ناراحتی؟ آری؟ شما فکر میکنید ما چقدر خوابیده ایم؟ روز از نیمه گذشته، ولی تصور نمی کنم بیش از نصف روز خوابیده باشم. اما من احساس میکنم که بیش از اینها خوابیده ایم. نکند یک شبانه روز در خواب بوده ایم و خودمان نفهمیدیم. نمیدانم. با 2-3 ساعت خواب که نباید این همه گرسنه شویم. شما گرسنه نیستید؟ چرا؟ تا کنون این همه گرسنه نبودم. نکند خوابت میآید کمیتریو؟ ها؟ عالی جان. ما که آمدیم آن سنگ ها آنجا نبود، آن علف ها هم نبود. بله درست است. من هم تا کنون ندیده بودم. من احساس میکنم مدتی است که اینجا خوابیده ایم. همه چیز تغییر کرده است. مدتی؟ منظورتان چیست؟ پروردگارمان بهتر میداند چقدر خوابیده ایم. این همه خاک از کجا بر سر و روی ما نشسته؟ خیلی عجیب است. تا به حال چندین بار به اینجا آمدم ولی این سنگ ها اینجا نبودند. دوستان، با گرسنگی چیکار کنیم؟ کاش آذوقه بیشتری با خودمان آورده بودیم. الان بیرون رفتن از اینجا خطرناک است. من میروم.
میروم و از رقیم مقداری غذا تهیه میکنم. بسیار خوب، برو. ولی ممکن است مأمورین تاکنون به اینجا رسیده باشند. احتیاط کن. آنتونیوس بگیر. مشکوک نشون که این همه غذا را برای چه میخواهی؟ احتیاط. اصلا نگران نباشید، خیلی زود برمیگردم. خدا نگهدار. احتیاط کن. بیا کمتریو، به دنبال من بیا. بیا بیا کمتریو. نمیدانم چرا تشویش دارم. برای آنتونیوس اتفاقی نیفتد.